دبیر پیشین سازمان یونسکو میگه که پیش از رنسانس و پیش از دکارت و پیش از ولتر، کسی که برای نخست بار از خرد صحبت کرد در جهان 1000 سال پیش حکیم ابوالقاسم فردوسی بود. ناگافوجی خاورشناس ژاپنی چه نکته‌ای رو میگه موقعی که رستم و سهراب به ژاپنی ترجمه شد مصادف شد با جنگ چین و ژاپن و مادران ژاپنی وقتی که بچه‌هاشون رو روانه میدان جنگ می‌کردن از اون صحنه تهمینه و سهراب که داشت سهراب رو به جنگ می‌فرستاد الهام گرفته بودن. آکاجیرو چقدر جمله قشنگی میگه دولت مردی رو، دادگری رو و خردورزی رو باید از ایرانی‌ها یاد گرفت. ویکتور هوگو رو بزرگتر داریم ازش. در کتاب ارزشمندش به نام افسانه قرون شعر میگه برای فردوسی و میگه من شیفته‌وار منتظر اینم که اون رو در خواب ببینم. الکساندر پوشکین نام برادرش رو فردوسی میذاره. ببینید چقدر جالب هست. دو سنت مور، ببینید فرانسوی چی میگه که ای کاش بزرگترین اثر کلاسیک جهان رو که شاهنامه هست فرانسوی‌ها میخوندن تا از این غرور کاذبشون دست بردارن. دولامارتین میگه چی؟ میگه شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین گالریست که در جهان وجود دارد. بانوی رومانیایی سنت بیبسکو چی میگه که اگر تا آن زمان فردوسی به دنیا نیامد به خاطر این بود که جهان تاب تحمل این مرد بزرگ را نداشت. چمپیون چی میگه که ای فردوسی به من یک توانایی بده تا از استعداد تو استفاده کنم، از توانایی تو استفاده کنم، از شگفتی های تو استفاده کنم و دنیای بیروح غرب رو زنده بکنم باهاش. و کاول شرقشناس بریتانیایی هم خیلی جالب میگه شاهنامه با آنچه، نمیگه با تمام کتابا، میگه با آنچه که در جهان بزرگ هست برابری میکند و شاهنامه بزرگتر از آن است. همین برای ما کافیه که جهانیان چگونه بهش نگاه میکنن